سلام چطورین؟ روزتون بخیر. خب بچه امروز اومدم یه ترکیبی ترش بزنم. این دوتا رو قراره با هم تست بکنیم، اما اینم هست. اینو یادتونه بچه تو ویدیویی که با دوستان گرفته بودم؟ من یه بیماری دارم به اسم ترشخوری. یه وقتی مرضم میفته ترش ترین چیزا رو تست کنم بخورم، یعنی رهایی. ببینید ریختم. ای بسم الله الرحمن الرحیم. نه واقعا نه. این دوتا رو تست کردم، مزه این بیشتر میزد. یعنی اول طعم اینو تست یعنی حس میکردی ترش اینو، بعد شیرینی لواشکر رو. من فکر میکردم شیرینی اونو خونسا کنه ولی نکرد متاسفانه. حالا بریم سراغ این. امیدوارم این ترکیبش خوب در بیاد. یه ذره اینقدر بیشتر کنده نشد دوستان، همین یه ذره. بچه این با اون لواشکه این تقریبا خونساش کرد شیرینی اونو، ولی باز که در نهایت جویده میشه قشنگ و میخوای قورتش بدی، یه کوچولو طعم شیرینی اون لواشکه رو حس میکردم من، ولی خب این طعمش رو خونسا کرده بود. حالا یه مرضی بنده رو گرفته که ستا رو با هم دیگه ترکیب کنم، چون نمیدونم چه مرضی میشه. انقدر بیشتر لواشک بر نداشتم، ولی خب از این آلچه باید کم بزنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رحم کنه به فشارم. به به این شد بچه ها. بسم الله. خب بچه طعم این سس ترشه بیشتر حس می شد و در نهایت یعنی طعماش به همون ترتیبی که چیدم تا برعکسش، یعنی اول این بعد این بعد خود لواشک حس می شد. ترکیب خوبی نشد. خب بچه این از این ویدیو بود. امیدوارم دوستش داشته باشید. نگو کامنت حساب یادتون نره. اگر چیزی رو میخواین تست کنین حتما تو کامنت رو بهم بگین که من برم بگیرمش تستش کنم. تا ویدیو بعدی، بای.